شبکه 360 ویدیوی لحظه به بولو یک مهاجر توجک فرو ریختن چوب و تخته و سیمنت در یک ساختمان در شهر مسکو را پیدا و نشر کرده است. در ثبت دیده می شود که یک کارگر چپه شدن مواد ساختمانی را دیده تلاش می کند تا فرار کند، ولی متاسفانه زیر بار آن غرم خشت و تخته می ماند. بنا به گزارشات جبر دیده شهروند تاجیکستان بوده، 28 سال داشته است. او را در بیمارستان به نام بادکن شهر مسکو بستری کردند. طبیبان گفتند که او از ناحیه کاسه‌خانه سرش ضرب خورده، پاشنه پای راستش شکسته است و دیگر اعضای بدنش هم جراحت‌های زیاد برداشته است. داستانه شهر مسکو نیز این حادثه را تصدیق کرده گفت مسئولیت معین کردن جزئیات حادثه و قبول قرار در مورد کشودن پرونده به دادستانی ماموری مرکزی واگذار کرده شده است. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان با مقصد تأمین روزگار خانواده‌های خود به روسیه به مردکاری می‌روند و هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علت‌های گوناگون ترک این دنیا کرده، چند هزار دیگر آنها معیوب می‌شوند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست یکی از علت‌های عمده مرگ میر و معیوب شدن مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می‌رود.